وای که بوی بدی میده. یه هشدار خیلی مهم، هرگز جوهرنمک رو با پودر لکه‌بر مخلوط نکنید. نتیجهش میشه همین آزمایشی که دیدید. وقتی جوهرنمک یا همون اسید کلوریدریک با مواد موجود در پودرهای شوینده ترکیب بشه، گاز کلور آزاد میکنه که خفه کننده است و میتونه باعث سوزش ریه‌ها و گلو بشه. در محیط‌های بسته خیلی خطرناکه و استنشاقش میتونه باعث سرگیجه، تنگی نفس و حتی بیهوشی بشه. تماس طولانی مدت باهاش هم چشم و پوست رو تحریک میکنه، هم ممکنه باعث سوختگی‌های شدید بشه. حتی مواردی گزارش شده که نیاز به مراجعه فوری به درمانگاه داشتن. پس چیکار کنیم؟ هیچ وقت دوتا شوینده رو با هم دیگه ترکیب نکنید. به خصوص جوهرنمک رو با پودرهای لکه‌بر و کفشو. موقع استفاده از شوینده ها تهویه ها رو باز بذاریم و از دستکش استفاده کنیم. این هشدار رو جدی بگیرید و برای بقیه هم ارسال کنید.